طبیعت قانون‌های نانوشته خود را دارد. با طبیعت نمی‌توان رقابت کرد و بیشک محض عامل‌های طبیعی امسال باعث آن گردیدند که در قلمرو ولایت مختار کیستان بدخشان محدودیت برق مشاهده بگردد. کمچینی آب دریاهای تامین کننده نیروگاه‌های برقی آبی پامیر یک و نیروگاه برقی آبی خاروخ، یخبندی این دریاها، بارشات زیاد برف در مجموع خنکی‌های اقلیم زمستانه امساله بدخشان به آن آورده رسانیده است که ما اجباراً از صرفه‌کارانه استفاده بردن نیروی برق کار گیریم، ولی این مشکلی موقتی هست، موسمی حل شونده. چنین ابراز گردید در ملاقات واخوری وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان زلفیه دولتزاده و اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خاروخ الشیر میرزانباد خدابردی با شهروندان مرکز ولایت مختار کیستان بدخشان شهر خاروخ. واخوری نوبتی با ساکنان محله های ولداش گل محمد و سلطان ولی مرکز ولایت دایر شده در برابر صرفه‌کارانه استفاده بردن نیروی برق همزمان بابت آمادگی های کامل به بزرگ جشن ملت 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان، رشد کارهای آبادانی و سازندگی، استفاده عاقلانه هر یک وجب زمین کارم، حفاظت سلامتی خود و نزدیکان، آمادگی ها به فصل بهار، جشن های سده، نوروز، ذخیره مواد خوراکه و غیره مسائل ابراز نظر و تاکید بیان گردید. زلفیه دولتزاده وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان گفت که سیمای مرکز ولایت شهر خاروخ در 30 سال آزادی کامل وطن به کلاً تغییر یافته. با دستگیری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت امام علی رحمان و دستگیری‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان از این زیباتر و آبادتر می‌گردد. اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خاروخ الشیر میرزانباد خدابردی قید نمود که برای خلق خود خدمت نمودن، برای مردمان سرزمین تلاش ورزیدن، برای پیشرفت آن سرسپردگی کردن، برای آینده نیک وطن فداکار بودن شرف است. امروز برای ما و شما تاریخ امکانیت فراهم آورده است که در دوران از نفسازی های وطن زندگی نموده، در آبادی آن شرکت ورزیده، آینده فرزندان خود را با تلاش های خویش منورتر بسازیم. ساکنان نسبت سرور دولت و هم مسلکان و هم تیمان پیشوای معظم ملت امام علی رحمان صمیمیت خود را بیان نموده قید داشتند که هر یک آنها سرباز وطن بوده، بهر سرسپردگی های راه پیشرفت وطن همیشه آماده هستند.